الرحیم. به نام خدای جهان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. عزیزی که از او کسی سر بتافت، به هر دری که شود عزت نیافت. خدای بخشنده به نامش بکوشم، و مهربانیش در عقل و هوشم. سپاسی به عدد باد آن خدا را، مربی جهانیان ما را. که بخشاینده ذات مهربان است، همیشه نامی پاکش در زبان است. بود شهنشاهی روز قیامت، که مردم شاد و گه اندر ندامد. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران اهل اسلام، مهمانان گران قدر. الحمدلله امروز روز مبارک جمعه، سید الایام، بهترین روزهای هفته ما شما حضور دارین. برادر سوال کردن که روز قیامت انسان ها به چند گروه میخیزند. یک جمعه صحبت کنید، انشاءالله خدا خواهد موفقی. طلب یک گروه رفیقا انشاءالله خدا خواهد، یعنی که انسان ها به 10 گروه روز قیامت از قبرها میخیزند. عزیزان من، در این باره انشاءالله خدا خواهد صحبت میکنیم که ما فکر کنیم که از کدام گروه باشیم. باید که انشاءالله ما شما از همه گروه ها گذشته باید که از 10 گروه باشیم. انشاءالله خدا خواهد چی میشنیم؟ اهل انشاءالله جنت و اهل مکافات. بیانم الله سبحانه و تعالی صحبت امروز را انشاءالله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال نبی علیه السلام: یحشر امتی یوم القیامه علی 10 اصنافین. پیامبر صلی الله علیه و سلم حشر میشود، میخیزم امتای من روز قیامت به 10 گروه صنف انشاءالله خدا خواهد چکا کریم میخیستیم. اما اولو یکمشور صنف یکم فیحشرون من قبورهم و فی بطونهم مملوءة مثل الجبال حیات والاقارب و ینادی منادی من قبل الرحمن فیقولون هؤلاء الذین لم یأتوا زکاة من اموالهم و ماتوا ولم یتوبوا هذا جزاؤهم و مسیرهم الی النار كما قال الله تبارك وتعالى: استعيذ بالله الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هر یک انشاءالله خدا خواهد حشر با آیت انشاءالله خدا خواهد با سخن خدا سبحانه و تعالی انشاءالله تصدیق. اولش گروه صنفی که خدا خواهد میخیزن از قبرهاش میگن شکماشو پرای چیه؟ یعنی ما کجدوم گروه میخیزن. میگم ندا کردمشون میگه از طرف خدا که اینا همین خیلی شخصانی بودن که زکاتاش نه در دنیا نمیدادن و ما تو ولم یتوبوا و مردن توبه نکردن و این جزای چی است؟ اینها است و بازگشت آنها به سوی دوزخ. بینید کدام انسانی که در دنیا پول و مالش به زکات میرسد و زکات مالش نمیدهد، بخیلی میکند، یا که زکاتی مثال دادن مثل نماز فرض است، همین فرض به جا نمیارد، روز قیامت همچنان درون شکمش پوری مال و کجدم میخیزد. الله سبحانه و تعالی گناهش نمیبخشد. چون خداوند در قرآن ازش میگه که الذین یکنزون الذهب والفضة، آنانی که انشاءالله ذخیره میکنند طلا و رقم شاره و نفقه نمیکنند در راه خدای تعالی، بس بشارت شده به عذاب سخت‌ترین. پیامبر صلی الله علیه و سلم خداوند انشاءالله وصیت دارد، نصیحت دارد که در قرآن نوشته بگوشو کسانی که پول مالش به زکات میرسه ادا نکنند، عذابی سخت‌ترین، عذابی دردناک برای ما منتظر است خدا خواهد انشاءالله. برای همین در یک سال یک بار زکات تا خدا خواهد انشاءالله حساب کرده.
دوم گروه چی؟ میخیزن میگه روز قیامت از قبر جاری میشد از دهنهاشون میگه خون. یک گروه آدم ها و محشرگاه از قبر خسته میمدن ای دهنهاشون خون جاری شده. بس ندا میکنه ندا کنن از طرف خدا که اینا شخصانی که یعنی دروغ میگفتن در خرید و فروخت و ماتوا ولم یتوبوا مردن توبه نکردن و بازگشت اینها به سوی دوزخ است. کسانی که در انشاءالله سودا دروغ گم میزنند خرید و فروخت نه. ولی همین الکذاب لا امتی دروغوی امتی من نیست. سودا که سودا عبادته، سودا خدا خواهد انشاءالله ثوابه، حاجت یک کس برآوردنه. چون خدا قرآن میگه استعیذ بالله و حل لکم البیع و حرم الربا، ما برای شما حلال کردیم سودا را و حرام کردیم ریبا پرستین. یعنی سودا حلاله، لیکن اگر دروغ گویی مردم ها را فریب کنی انشاءالله خدا خواهد این سودا جای نازکیش دروغه، جای نازکیش قول، یعنی ای ترازو زدنه، ای چینک زدنه، ای میتر زدنه. ای خدا بترسی انشاءالله خواهد طوری گو بشو تره هیچ کس دروغ گفتن که هیچ کس تره توی زویتی نمیتیه. نه سودا حلال ما با حرام میکنیم با وسیع گپای دروغ نیرنگ حقیقت زدن و ها کذا. یعنی کسانی که همین گپی دروغ میزنن در خرید و فروخت روز قیامت ای دهنهاشون خون جاری محشرها حاضر میشن. خدا اعلان میکنه این فلان چی امتا بود. خدا خودش محکمه سودی نه خودش سود میشه. بهترین سود یگان کس ناحق الله سبحانه و تعالی جزا نمیده. هیچ کس ناحق تو را حکمی به دوزخ نمیکنه، ناحق تو را حکمی به جنت نمیکنه. چی عملی که کردی میگیری. خدا میگه استعیذ بالله و من یعمل مثقال ذره خیرا یره. کسی که مثل چند باری اگر خدا کرد انشاءالله خوبی کنیم جزات میگیری و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که چند باری بدی هم کنیم جزات میگیری. خدا هم که خدای الله سبحانه یعنی خدا خواهد در سودا یعنی خرید و فروخت دروغ نیرنگ انشاءالله خدا نکن. سیم گروه چی؟ بس میگه که قبرهاشو دست و پاهاشو بریدگی. بس ندا میکند ندا کننده میگه از طرف خدا اینا شخصانی بودن که آزار میدادن همسایه ها را در دنیا و ماتو مردن و توبه نکردن. این جزای آنها و بازگشت آنها به سوی دوزخ است. ببینید همسایه حق شد. اسلام به همسایه حقش بلندترین قله است. کسی که همسایه‌اش آزار بده چی با زبانش چی انشاءالله بین فعلش چی قریبش رو به همسایه اگه که من امروز شنیده زدم جوارش محکم دارم. همسایه مرشد زیده است. همسایه زنش نخیانت دارد. خدا زدم دختری بین خیانت داره بدبخت. این در گناهی سخت ای آب بیرنگی دورنگی خیانت کردن این خیانت نزدیک جزاش نداشتیم فیوزی جوجی اگر میگه همسایش آزار میدگی یک دست و پاش بریدگی محشرگاه نمیایی. همانطور که من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر و لا یؤذی جاره. کسی که ایمانی که به خدا داره ایمانی به روز قیامت داره و همسایش آزار نده. همسایه هیچ وقت آزار نده خدا خواهد انشاءالله. امروز همسایگی هم حبتش برفت رسواش برفت. در شورای باید که داری به خدایی بود اسلام جاری نبود. همسایه و همسایه ها مثل اکا دادر بود. همه دروازه دریچه داشت. آقا میدادن منتیک میکردن و ها کذا و ها کذا. امروز خدا خواهد بیتونش ریخته نبینمش گور دروش مایلی بایی نیست خدا خواهد بایی آزارش بید. از خدا بترسید. حتی ای بزرگ میباید بیاری همسایه نتی نگه. همسایه که 3 حق داره، همسایه که 2 حق داره، همسایه که 1 حق داره. 3 حق همسایه که میگه همسایگی خیش و تباری مسلمان اکد باشه عمکد باشه تاواد باشه.
3 حق شنیدی. اگر خداوند همسایه باشه و مسلمان باشه 2 حق شنیدی. کافر باشه 1 حق شنیدی. تو به کافر گفته حق ندارید اومده و زده آزار دادن حق ندارید. کافر با کافریش باشم نیم کاسه چکارش میکنی آفاتش میتی، نیم تنونش میتی، ایلا روز قیامت پرسیده میشه. اونم جزا شکرد خدا نترسید. و اما تاجراری چهارم گروه میگن میخیزن قبرها به صورت خوک، به صورت علا صورت خیز ندا میکنن و میگه از طرف خدا که اینا شفتار بودن که پنهان میکردن گناهاشون ستر میکردن از مردم. ولم یخاف الله، از خدا نمیترسیدن، مردن توبه نکردن، این جزای اونها و بازگشت اینها به سوی دوزخ. کدام انسانی که تو در پیش آدما گناه کردن نمیترسید، نه که در خیلت گناه میکنی، اگه زنا میکنی دیگر بها کرد خیلی گناه هست انشاءالله میکنی، از مردم پنش کنی پگر روز قیامت صورت خوب میکنی. برای چی؟ چون که اینو از خدا نترسیدن در خیلتی که روز یک کود میره، یک کود میره خدا کنه نه تن نبیند، نه کر نبیند، نه پر نبیند، نه خولت نبیند، نه توبر نبیند، میره گناه میکنی. تو خیال میکنی که از خدا گناه پناه کرده میتونی یا که حقیقت رو میخینی. تو خیال میکنی که این آدم ندیده ساده ارواح هرگز خواب نمیرود. همین آیت الکرسی میخونی هر روز تفسیرش بخون، امروز همه دونم خوناب کتابای تفسیره. ولا تأخذه سینة ولا نوم، تگی آیت مبارکه خدا رو میگه خواب نمیگیره، حتی پینک نمیگیره. پینک فکر موشه یاد میگیره، پینک هم خدا نمیگیره، پینک نداره. خیال که ای مردم برداشت میکنم ای خدا تو برداشت کنه میتونه. من کسایی که ای مردم پناه خواهد در خیلات گناه میکنی، شوال چی گناه ها که اصاده امروز خیال میکنی که هیچ از مردم ندیده سید خدا نمیگیره. خدا فقط اعلان میکنه این بدبخت، این خوب به صورت من خوب اومد، این علمی که آدم بود. در دنیا از مردم میترسید و از من نمیترسید. از مردم ترسیدن روزکی گناه نمیکرد، شب گناه میکرد. از مردم ترسیدن پروانه رفته زنا میکرد، تشکر رفته میکرد، مسکو رفته میکرد. این صورت که اعلان میکنه خدا. یک گروه پنجم میگه میخیزد روز قیامت، حشر میشن از قبر زباناش بریدگی، گم بی زبان ندا میکنن، ندا کنن از طرف خدا که اینا شخصان میگه شهادت بدروغ میدادن، مردن توبه نکردن، این جزاشون و بازگشت برگیزن. اینو سراخه یک آدم نمیدونیم، میگه فلان چی که گشته، میگه حجت نداره. یک آدم تهمت میکنه، بهتان میکنه، شهادتی بر دروغ میکنه. من دیدمش حقیقتا نمیسته کرد، حقیقتا نمیکاره کرد. برای این اسلام شاهی در کاره، هر یک گناه برای اثبات کردن 4 تا شاهی در کاره. نکاح بین نکاح هم شاهد، به شاهد نکاح نمیشه، به شاهد نکاح نیست، نکاح باطله. لا نکاح پیغمبر میگه بلا شهودین، مقصد همین شاهدش پرابلم. سیر ممرته میترسید. پرابلمش انوه که یک آدم بیده فلان شد در نکاح گرفته ایزن تو بچه ها ترسیدن سه نمیکنی. حتی بینه اسلام نه خدا خواهد، کسی که خدا خواهد انشاءالله چکار میکنه گواهی بر دروغ میتی، نسبت برادر، نسبت اکر، نسبت جورت، نسبت همسر، نسبت هم اهلت. روز قیامت زبانت بریده که پیش خدا نمیایی. بدرس از خدا خواهد انشاءالله. حجت نداری گرم نگرم. شنیدن که باید مانند دیدن میگم بزرگم. شنیدن میگیره موش، دیدن افسر.
خدا نگهداره. حتی که در تاریخ بسیار عالمان را بسیار بزرگوار در این شهادت‌های بدرخ سرش خوندگی است. حتی بعضی دولهان شهادتی دروغ دادگرد دورای شوره اینده روایت میکنن خدا شد که این این کار نکرد، این خیل بود، این خیل بود و ها کذا دیگر امروز ترساده از خدا نمیترسید. من جذاب کنم توبه کن. ششم گروه میخیزه میگه از قبرهاشو میگه نیست در دندونهاش میگه دندون نداره بی دندون ندا میکنن میگه ندا کنن دست نبی خراکی اینا شخصان ابدن که من میگردن شهادتم مردن و توبه نکردن و این از جراحشو و بازگشت و بسوی خدا. حتی گواهی دادن از بعضی این کار میکنن. میدونی شهادت گواه گذاشتن آن دیما شما نشست میگم میگه اوچسکوهای باشد یگون تو در یگون را بینه یگون بچه همیشه درگوی نمیگم یکی میبینیش چون میترسی بگو برم حتی یک شیخ بزرگ بینه یک دوست دیدم میاد پیش مسجد شیخ در پیش مسجد ایستادگی است میگه شیخ من همین مسجد میدونم پناه میشم اگر همه آدم عقی بنده بیاید گوتی ندیدمش که من به قتل میرسم. این در این مسجد اومد هم در وقت آلنده آدم رسیده آمد شیخ گفت فلان چه دیدی؟ گفتم در این مسجد دور من من در این مسجد دور من میگه کاف میگه نیاد دور من گفت که شیخ گفت و تو گفتی که در درنی همین نیست و درنی همین دور داخل مسجد دور با میگه کاف میگه نیا اومده با شیخ بیتوره حکارت کرد تو دروغچی بده فلان بده زده برفت یه آدم در چی در بده گشته بومده با شیخ بیتوره مزامت که تو آدم نبده من ترا ندیدگم دیدم گفتم جا دور من گفتی اگر من دستگیر میگم با خطر میرسوندم میگه شکر کردی گپی راستی من ترا خدا حمایه کرد اگر من دروغ میگفتم ترا نیاد منم نکشت ترا نکشت بدم این راست نه هیچی نمیرسم. اگر کسی که میتونه اجزا و پناهش بکنی اگر روز قیامت خداخت دندونات ریختگی پیش الله سبحانه و تعالی خداخت محشرگان حاضر میشه. هفتم گروه میخیزن میگه از قبرهاشو و جایش دیگه میگه ای فرجاشو ای عورتاشو میگه چیر پوز دردار ندا کنن از طرف رحمان که اینا شخصانی هستن که زنا میکردن در دنیا مردن توبه نکردن و این از جزای آنها و بازگشتن آنها به سوی یعنی دوزخ است. یک گروه می اومدن مردک و زنکان همین نازکیاشو زردار و چیپ ریختن. خدا میدونن اینا کی هستن اینا همین خیلی آدمان که در دنیا زنا کردن و به نیکان یک جایه شده و به سبب شنیدن معویزه توبه نکردن. این معویزه برای چیه؟ معویزه برای توبه کردن شما با این قدر مسئله میرسانید که شنیدیم مبادا گناهی پیش کردن باشه اکنون گریبان تقبول جای نماز پس تا بالای نمازی خداوندا خود چی نمراجعه که مرده نکن گفت پروردگارا همین زنا کرده نکن 10 ساعتش 20 ساعتش اگه خودت بخش شرمندم مکن گو خدا خواهد بخشد توبه کن دیگه همون سری گناه نداره. ولی زنا کردن همون تو خدا کسی که از این نظام ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. خدا کسی که زنا در نزدیکی نکن زنا نکنه نزدیکی همون زنا نره نزدیکی همون دختر نره. بینید قباحتش سختی جزاره نره قلبی ها این چی که راهی بد است این گفتی چی هست؟ به شرمی به حیالی است گفت خدا سبحانه و تعالی. زناگر ها توبه کنن انشاءالله خدا خواهد رو به خدا بیاد همه خطا نکنند خطا اصلاحش توبه
چون میخوادی شریعت توبه خدا خواهد انشاءالله توبه کن الله خدا خواهد میبخشد که پگانی که باش شرمنده نشد مبادا مردم این توبه کنی تا جزا مکرره آورده شد تو چی بچه دولو هستی؟ تو بچه اولیا هستی؟ خدا خواهد بچه مفتی زاده هستی؟ فرقی نداره حضرت عمر بچه خود چه دوره زدگیه و نما جازم بگیر تیماز عمر جان و این بچه که داخل اگر گفت من این کار پا نکنم پگه حاکمان ده همش مرده نشد بچهش گنده کنه اگر تکلیفت میکنه نمیمونش خودش زد برستی عدبش نوبه تمام مردم جمع کرده دوره زد که جزای عرق شده نمید خیال نکنی که تو بچه دوملو هستی بچه آلیا هستی بچه فاید ببخشد نه اونجا در خدا خواهد منصب تو اونجا در کسب و کار تو پروفسوری کپه که پیش الله نه همه جزا میتخت هر یک آدم موقع عملش دارد حساب کتاب کرده میشه نبراره بعد امروز گناهات این توبه کرد امروز دروازه توبه شده که روز اینه که محکم میشود توبه خدا قبول نمیکنه روز می این ساعت توبه مقرری داره یک روز توبه دروازش محکم میشه بعد هزار توبه که بعد هزار چه میشه الله نمیبخشد امروز فرصت وقت توبه کردیم از کار پیش بریم هشتم گروه میخیزن میگه از قبرهاشو شکماشو پلیز دردان به حسول میوتونیم ای شکماشو ریخته دهنو بینیاشو چیپ و زرداو ندا میکنم که نفتره میکنم اینا شخصانی بدن که مالی یتیم هم به خودم ظلم کسی را که خدا خواهد پدرش میمالد یتیم میشود یتیم ها را بسیار مسئلهش دشوار است برادران حتی خدا سبحانه و تعالی در چند جای قرآن کریم من سوره زخرف نمیگم استعیذ بالله فاما الیتیم فلا تقهر محمد یتیم را تحقیر مکن ولی شما خدا خواهد محلون یتیم باشد که بعضی ناانصافای تو خونه یتیم کشیده گفته سیم مالاش رو خوزه سرده تو خیال که در شکمت علام بخوردی چون که یتیم بسیار دشوار مسئله یتیم ها را خدا خواهد سیله کنید من در شیاری ما خدا خواهد برای یتیم ها علاقیده بانک شده گستم سبحان الله هر هفته هر ماهی خدا خواهد حقی همون پدر مرده ها را میتیم سبحان الله شکری و خدا این گونه جوارای مرد خدا خواهد خیرتشون با حاصل کرد تیم میتید خدا انشاءالله خدا خواهد روز میشه که بلکه ما هم یتیمی آیید سرای ما و شما را میآید ولی خدا خواهد محلت نهیمی همسایت همی خدا خواهد حرمت چه بجا بیاد عزت چه بجا بیاد خدا خواهد انشاءالله کسی آزار میتید نماز خونی هم جا دوزخ هست یا نبراد چون که باید که نماز خون 100% خون شود نماز خون 100% بگردد نماز خون ای دستش هیچی آزار نیاورد گفتی شاه مشرب یک سخنی خوب میگن گرزی دستت بیاید مرچه را آزار نده ای دستت میگم مرچه ای کو که ما شما این پستری مخلوق باش را زیر کرده میده همه نگاه آزار نده از دیل آزار خدا بیزار یتیم ها حقاش ادا خدا خواهد انشاءالله خانهاش کشیده نگیر مالاش کشیده نگیر به تیش خدا خواهد انشاءالله نوازی شکر انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی نوازش کرده چندین سوره ها هست خدا خواهد من کدام معرضه کرده پرداخته لازم باشد با خدا خواهد انشاءالله معرضه میکنیم در حق مال یتیم و بیچاره من جزا اگر خدا خواهد هوا خود نمیشه که پری خدا خواهد انشاءالله زردار و چیک پیش خدا میده بال پیروز خدا نمیبخشد و مسیر امید الله بازگشت اینا مگه معلوم نشد اگر توبه نکنه اینو زنده های توبه کن گرفتاری مدت خدا خواهد میشد دو اینا کرده مدت من یا وقتایی حق شما را خود دارم حق تا کشته گرفتارم من نسبت شما نادرست امروز بده امروز آسون نهی
امروز ادا کردن حق آسونه، پرابر دشواره، چون دنیا تو پول نداری، مال نداری، ماشین نداری، خونه نداری، میفروشی حقی کسبتی. برای یک تا خوره کندنش یک آدم چندین سال در دوزخ سوخته که حضرت موسی یک قبرستان دورمدن که یک گور در علا سوخته ساده. پروردگار گفت همین گور از صاحب شیخ خیزار و یک پرسونش این چی گناه داشته باشد؟ گفت دعا کرد. پیغمبرها حق داشتن. حضرت موسی درکت نماز میخوند، حضرت عیسی از خدا که به اذن خودت بگو بخیزه، دیگه دعا کرد که یک آدم خیز تمام وجودش علا و زرد و آچه کنسته. گفت ای بنده خدا تو چی کاره دادی؟ من گفت گناهم همین بود. ای آدم ها پول میگرفتن برفته ایکو هیزم شو میامد، یکی پولاش نخ اول پیش اکی میگرفته هیزم شو میامد. یه روز هیزم آوردم حلال شدم، یک شخصی که کردم و دندون مکافتم. بینید یک شخصی را کندن دندون مکافتم. چند سال از خدا من غضب میکنه که برای چه حقی کسی که تو تصور که این روز پول چه دیزی داره، تصور که ما شکل شده این رئیس های محترم که در جامعه خداوند رئیس هستی از خدا بده است، حق به حقدار ادا کرده. من نتی ملای فلان و فلان اکم بوی بچه خداوند جواب میدی پیش الان داری، چون که حکومت الحمدلله مخصوص پولا جدا دارد. جناب یاری بسیار نسبت قوم و جمعیت مهربان ملیون پولا جدا دارد برای بیچاره‌ها، کم بغل‌ها، کم تامین‌یافته. تو برای یک کس نبودیش جواب میدی، حقدار ادا کن. اگر نه همه آدم‌های بالا دعوا میکنن چی میتی بعد؟ تمام ثوابات میگیرن میگن میتی آمده، تمام گناه رو بالا نبار میکنن. نه پیامبر سواد و صحابه که اتدرون مفلسن، شما مفلس میدونه که صحابه دادن که هم میدونه یا رسول الله مفلس گفته که به پول به چی یک قشاق آدم کم بگن. گفتن روز قیامت خیلی مفلسا میآید. گفتن چه مفلسا میآید؟ انن خیلی یک کس ناحق ظلم کردگی، یک کس خیانت کردگی، پولش خوردگی، مالش خوردگی، همون صاحب آمده بارش دعوا میکنن، تمام ثواباش میگیرن و آدمان میتین، تمام گناه رو در باره میمونن، دوزخ روانهش میکنن. گفتن انا مفلس. اینجور دعوا داره امروز وزیر قضا هست، امروز دعوا کردن دومنا جان جمعه دا بگو فلان چی من خرزه نمیتیه بگیرن. امروز دعوا داره تو میگو پیش خدا نمیکنن. البته میکنن چون که اینجا دهشت خدا نگه داره، آسان کنه آسمان تعالی. نوهم گروه میخیزن از قبرهاش میگن روش سیاه، دنداناش میگن میس میگن شاخهای نابست بومدگی، لباش میگن تون میگن یعنی میموشنه میگن کشاک، میگن یک بد بشره. اینه میخیزن میگن روز قیامت. بس ندا میکنند از طرف خدا میگن ندا کنند اینا میمانه که آنند اینا در دنیا عرقخور بودند، شارب الخمر بودن فی دار دنیا، ماتوا ولم یتوبوا، مردن توبه نکردند و جزاشان این است و مسیرهم الی النار، بازگشت و سوی دوزخ. عرقخور خدا هم به سخت‌ترین عذاب الله سبحانه و تعالی گرفتار میکند. عرقخوری افطاریته نیست برادر، افطاریته نیست. هم 12 روز شد یک واقعه را میگم. در سوق به یک برادر صحبت دارم، یک عرقخور آمد مست است. گفت حضرت من به تو گرد دارم، سوال دارم، تو خوب شده است. سلامت کردیم. من تو برادر یک دقیقه بنوشم، من این برادر که مثلا ما حل کنیم بعد مسئله تو را ببینم جوره. 3-4 دوستا برد 3 میلیون نقدش باگشتا اومد. دستی ما را محکم قپید. من فلان تو فلان تلویزیون نمیبرید تو فلان خلاص کلام. من آدم برادر خیلی باشه تو عرق نخوده پیش من بیا مردک نیزد که بیزایده که اون برادر زدش. از 5-6 لقب موندش و ها کذا انا عرق. چندین مردم نگه دارد. ما زنیمش طوری نمیاد.
میگن مولا به همین اخمق برای چی دهیم موسیقی دندون به دندون من سخفی رو گفتم خیلی پوست دیگه زد خلاص برفت انا عاقبت عرق اگر های من رو خود در این جواگز بیمستیش اگر بیند خودش ناموس نکند خدا نگه دارد انا عاقبت عرق با میگوید حرامه با آیت دلیل من بهتون میگم سوره مائده دستورخوان 90 آیت خدا 4 چیز حرام کرده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون راست گفت خدای بزرگ ای کسانی که ایمان آورده نگه خدا به ایمان حلال است ایمان نداشته باشی به خدا ایمان نداشته باشی به روز قیامت تا میدان تا بخود وقتی که تو ایمان داری درونه که ایمان بنده ای خدا امتی محمد رو میگویی یک میگه اینما الخمر عرق بر شما حرام است والمیسر قمار بازی حرام است اصنام بت پرستی حرام است ازلام فالبینی بخشیدگی حرام است کسی که بخشی باشی جنت رو میاد نکنه نماز هم قبول نیست عرق ایمان نماز خانه نمازت قبول نیست عرق ایمان قمار بازی که اومده تلفن ها کردید بعد پل زدد قمار بازی دارید فرقی نیست بعد پل میزنی اشتاری میزنی ببرا میزنی پل که موندی میاننده قمار میشه قمار حرام است اگر حلال میاد الله سبحانه و تعالی در کلام میگفت 15 سال پیش دونست که امروز زن تبایی داده ساله من میدونم ماشین شبایی داده ساله نمی رایان ما چندی ماشین را باید داده کلاشه حاضر هم کرده من جوان نمیدونم که ای چی پیمان بند کلاش نخواهد نون میافته خورده گشت خدا دی من دونست که فایدهش نیست حلال مهنت که حلال زندگی بکنم عرق تا چپونده کلیاب 4 چیز در یک آیت حرام است یکم عرق دویم انشاءالله خدا قمار سوم بت پرستی بغیر خدا دیگه خدا گفتم چهارم بخشیدگی سحرگری جادوگری فالبینی این کسب حرام شد برای ایوه دخل خواهد خونه را کار که حلال بخونه ایوه بچه ها هم خودی حرام است چیزی حرام که وقت حلال نمیشه خدا نگه دارد این از خدا بپرست انشاءالله دهم گروه و میخیزن میگه از قبرهاشو میسلی روحاشو میگه مثل محتاب است بینید و میگه در سراشو میگه تاج است از طلا و در بدانش لباسای میگه از لباسای جنت ابریشم و چیزا هست میگه میآیند میگه به محشرگاه بینید و میگه در پیشاشو نور در دمگاهاشو نور در عقیبشون تمام اطراف نوری الهی خلافت فرا گرفتگی است بینید میآید میگه خدا ندا کننده است دل خدا ندا میکرد هؤلاء الذین تائبون اینا کسانی که بودن که در دنیا توبه کردند عابدون من عبادت کردم بغیر از من نگون مخلوق عبادت نکردم رفته ای مزار ای بلا و بدتر چیز نپرسیدم فقط من خدا گفتم من عبادت کردم و راکعون رکوع کنندگان هستند سجده کنندگان هستند طوری گویندگان هستند صالحان هستند صابران هستند و اطاعت کننده من و پیغمبر هستند و مسیرهم الی الجنه یعنی گروه آدمان جاش جنته در هم گروه باشه 9 گروهش نتوبه خدا کرد این حواله به خود نمیدونی کی هست بعد در همون راشی خلافت این سعید ایمان در صدای قرآن کنار داریم در یوتیوب میبره خلافت انشاءالله بشنو اگر از کدام طایفش باشی توبه کن
از خدا بترس. الله مهربان، خدا خود مهربان است، لیکن با قهار صفت هم دارد. جزا میتید از یاد نمیاد. خداوند جزا دهنده است، مکافات دهنده است. نزدانی من وقتم شده است، انشاءالله الله نصیب کند به شما عزیزان بسیار هم صحبت میشیم با خداوند. اگر تا جان داره در الله خدمت میکنیم. خدا سبحانه و تعالی سوال برادر را دادم، خدا خواهد قصه باشم انشاءالله برای شما. وقت بجایش که خدا خواهد ما سوال شما جواب داد.